هلو گایز، من رادوین هستم از چنل رادوین دید پول. امروز با یه گیم پلی جدید و یه سری جدید اومدیم. بازی محبوب ایرانی پسرخوانده. بله پسرخوانده. بچه من مجبورم اینو بگم. بچه من یه چیزا که از قبل تو این بازی خریدم، مثل بتل پسش اینها این پایین میده و ننگرمه نکاره کنیم ننگرمه نه بشم اسم مورد علاقه هم که در این تصویق اسم خیلی خبرنم ننگرمه که بله این ترکیب تو ترکیب همه و این چنگی سرهی اسم من تصویق واسه تلاییه این بیلد تلاییه بطور بسه یه دست زیبا با هم بزنیم بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بذارید اگر من بسرم بچه یه لحظه ویدیو رو کات کنم برم هدفونه ها بیارم بذاری صدا رو بتونم بهتر بگیرم. خب بچه ها مچ استارت شد و اول نوبت داده به من. چنگیز داره واسم نبود. شبایی زدم نباید میزدم به چنگی به ترکیت رو میزدم. اینشو بیرم این ور بذارم چون ببینم چه خبره. صداش میذاره کم کنم کر نشیم. خب حواسم نبود یه دونه قدرت بنده بودم ویدیو چند دقیقه شده. خیلی اوکی فعلا. یا اول فصل. خب برای اینکه آبگریز شیم ببخشید ننجون ولی ننجون خودمون میزنیم میکشیم. ساسویکمون تقویت میشه و الان 117 تا دمیج میده. بذارید اینطوری براتون کنم که ببینید این گوش آمد 117 تا دمیج میده الان. چرا ساسون آخته همون کسی رو زد که نباید. پدرمون رو در نیاره سالبت قطعا همش با شعبونش میزن. شاید کسی که نمیشه یه سری بازی کرکتر داره بازی مافیا تمام بیشترتون بشناسید بازی رو. خدای جنگ کارش گادافاره. من بتونم بزنمش. آره میتونم. بمیر 167 بکنم چه این دست رو باختیم. چند تا دونه میندازه زیر تا زیر میمونیم دیگه. چند دمیجش بس. آره بچه باختیم به سلامتی. بای بای. چه یه دست دیگه هم میریم. خیلی حال داد. کنم دست بعدی ببریم بازی رو. خب دور برگشیم گاراژ. الان اسکورم بالا پای میشه. میبازم میبرم دور برمیگردم. میبازم میام پایین دوباره میام بالا. خب اشتباه بزرگ نه. دکتر جمشیدش میزنیم. تو بچه این دکتر جمشید یه دونه قابلیت داره که میده زنده کنه. زنده بچه یه چند چون قرار سری باشه یه چند پارت از این بازی بذارم خودتون میفهمید چه جوریه بازی. بیشتر بچه های چنل فکر کنم بشناسن این بازی رو. چنگیز رو نمیکشم. اگر به ننجون دمیج بدن ننجون رو ننگرما رو میگوشیم. ننگرما رو ساسویک رو
چون ننه گرما از همهشون اچپیش بیشتره، این ننه گرما رو جونشو میگیریم تا جون ساسفیکمون رو پر کنیم. عصب ندارم منم. برو بابا. کیو زد؟ بپرسم. چند تا بتونم با بیبی بنگ ننجون بزنمش خیلی خوب میشه. الان میزنه جون ننجون رو تا جایی که میشه کمه. یه دونه با بیبی بنگ میزنم، بعد شروع میکنم جون ننجون گرفتن. ننجون رو نزن خودم بکش، خودم میخوام بکشمش. زد کشت لعنتی. اشکال نداره، الان با ساسان میکشمت. برو بابا. نشد از ترجیحاً اول بازی اصلا چنگیز داشت دمیج داد. به چنگیزا اصلا چنگیزا این همه اصلا نباید دمیج داد، چون پدرتون رو در میارن. بگی برو بابا. یه ذره اچ پی بگیر تو، نیازت داریم تا آخر بازی. آقا اینجا اشتباهی که میتونم منم بکنم. آره این حرکت رو میزنم، این چرسم بزنم چنگیزم بکشم. جونش پره، بذار یک کوچولو از جونش رو کم کنم. یک کوچولو بکنم اشکالی نداشته باشه، بکنم کارم ساخته است. نه تموم شد، با چنگیز زدم، با ساسان هم ندادم، با چنگیز کار تموم کردیم. در ویدیو 7 دقیقه شد. خب ببینیم برگشتیم فرودگاه یا نه. نه برام گارش. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، ساب، زنگوله فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه. اولم برف میزنی؟ ببخشید دکتر بهرام.